مدیوم در تصویر فهمید امروز شرمکش میایه موی خود کم کرده استایل موی تغییر داده. یک حس کردم خدا و راستی حس کردم که مرا کشید. من برم اون طرف میرم دیگه. من برم اون طرف میرم.
سلام افغانستان، سلام به مردم افغانستان، چه در داخل هستین و چه در بیرون از افغانستان. دوستای عزیزم، اما تا که شما میبینین در اول برنامه مرتضی جان چند کتابه زیبا را از راهی که ما سفر کردیم براتون نشان داد. شما حدس بزنین که ما کجا آمدیم. شاید کسایی که آمدن بفهمن که ما کجا آمدیم، کسایی که نامدن سفر نکردن. ما قصد داریم که به ولایت زیبای جلال آباد سفر کنیم. این کوه و دره را که میبینین راهی است که ما را به جلال آباد میرسانه. دوستای عزیزم، خواستم که یک بسیار زیاد یک تصویر خوبش مقبولش بر شما تقدیم بکنم. دیگه ما مرتضی جان آمدیم تا که بر شما خبر بدیم که ما کجا میریم و چه برنامه هایی داریم و با کی آمدیم. ما خواستیم کمی منظره زیبا را براتون نشان بدیم، از کوه و کوتل لذت ببرین و ها نگفته نمانه. دیگه دوستای عزیز ما امروی ما هست، مهدی جان و محمد جان داخل موتر هستند و ما خواستم که شما را یادآوری بکنم و بر شما بگم که ما کجا آمدیم و کجاها میریم. و ها دوستان نگفته نمانه، یک جای زیبای دیگر هم که دیدیم، دیگه دو گل سرسبت چینل سلام افغانستان رو براتون معرفی میکنیم، مهدی جان و محمد جان. اونا دیگه داخل موتر بودن و من خواستم که براتون یک آگاهی بدم که ما کجا میریم و کجا سفر داریم. هر جایی که بخیر جای خوب دیدیم دیگه محمد جان و مهدی جان هم که ما میپیونده و شما با ما باشید، ببینین که ما چه چالش هایی را انجام میدیم، چه برنامه هایی را روی دست داریم و کجاها میریم. درست مرتضی جان؟ بشک. بخیر باشین، سلامت باشین، که ما باشین، ما با شما هستیم.
دوستای عزیز بازم خوش آمدید به ادامه برنامه. دوستای عزیز ما دقیقاً قرار داریم بالای پل لرزانک دیگه ولایت زیبای جلال آباد. دیگه اینه دوستا شروع شد دیگه لرزه ما. اوه خدا خیر پیش کنه. مانده نباشید خیر. اوه والا از اینجا موتر میره اینا برو دلم دیگه چی شد؟ یک ذره یک دلم دیگه دلدار شدم خب از او خاطر بریم که مهدی و محمد یک رقم امروز دوستا مصروف است، یک رقم 2 نفره چکر میزنن، یک رقم مصروف است که بیاد به اندازه. او برادر کجاستین یا الله؟ جور تازه بخیر برادر، حال شما خوب هستین؟ دوستای عزیز سلام، امیدوارم جور صحتمند باشین. چطور؟ چی میگفتی تو پیشتر ما؟ من خب میگم که می دودانه یک رقم امروز طبیعت کده روان است که یا الهی. چی حال داری مهدی؟ نام خدا نغلطی و بدر بیا والا از جیب کدام چیز هست اگر بغلطه با دیگه فاس گرفتم نمیشه. چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان جورش بخیر هستی؟ دوستارم که خود آوردین یک سلام. یک سلام عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز. خدا کنه که هر جای باشین جور و صحت و سلامت باشین و هر دوشه دنیا هستین خوش باشین. بستی رمضان اینجا کجا است؟ کجا آمدی تو؟ اینجا امیال که مرا دیدی که من خاطر چی دی سر برام دادم به خاطر اینی لرزنک بشه یک ساعت گازک میتونه تیری بشد. ماما جان اینجا کسی پل لرزانک ولایت زیبای جلال آباد است. خب دیگه نمیفهم دقیقاً خبر ندارم این پل لرزانک در ولایت زیبای جلال آباد است یا که به در نمی مربوط سروبی کابل میشه. اینی میره نمیفهم. وسط است دیگه. وسط شاید باشه. در وسط. خود دوستا اگر شما میفهمین در کامنت بگوین دیگه ما دیگه نادیده هستیم. ما مسیر را می آمدیم و گفته چیزا ساعت شد در تایم وقت چاشت شده. ما گفتیم بیاد از او کده که گفته چیزا در مسیر را تا بریم تا اونجا برسیم ساعت میشه تایم چاشت میده. همین فضا را هم سرسبز گیر کردیم و هم گفتیم آمدیم از یک ساعت هم خوش گذرانی کنیم، خوش بگذره در شما از دیدن طبیعت. یک دیگه مست جان که میگه شکم خالی جنگ هم نمیشه نه؟ یعنی ما شما که گشنم شده بودیم. من خب بسیار گشنه شدم خودش. حالی هم آمدیم از اینجا یک جا انتخاب کردیم اونجا مچ ما را بانه. فهمی دلیل از امی که بدر شما دانه گوشه را میرین چیست؟ امی مرتضی برای ما میگه که بدر امی محمد مهدی را اعلان میکنم. مهدی هم در تصویر فهمید امروز شرمکش میایه موی خدا کم کرده استایل موی تغییر داده. این دلیل خودتان بگوین داده. استایل چند رقم تغییر داده. خب میگه عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم است ور به تلخی گذرد نیم نفس بسیار است. اما پس چرا خوش نگذرد؟ آفرین. پس چرا خوش نباشه؟ اگر زندگی تلخ باشه اما نیم نفس شام بسیار است. بیا که امور اوی بستگی در خود انسان خود خوش بگذره. اینا ولی گفته انسان شکم گشنه جنگ نمیشه. بیا که تو میدان بریم اگر اونجا مارمان داره و بساط خلافت یک چیز ناچیز پخته کنیم بخوریم باز مسیر راه. خمی دلیل از اینه که بدرم استایل موی تغییر دادی چیز راست بگو. راست. این تنها استایل موی نیست، یگان چیزای دیگه هم هست باز. نه باشه یک کاکل ده. خوب شد باش که صبر آینه نیست مد آینه کای تو سه واقعا خود مرا خوشم میاد دیگه شما را کار خوشم میاد. من امروز گفتم خشما دیگه از کامرا دور میگرزه نمی دلیل بیادر نیست که مدی شرمکش میاد. همیشه دوستان من دیده بود دولت موی زیاد نه. بعد یک بهار شده خب زمستان یک بهانه داشتم میگفتم که موی خود اگر خوشم میاد. باز گفتم که مثلا گرم است که زمستان است فلان است دیگه است. نه حال گرمی شده موی اذیت میکنه. حال تک سر آدم. یعنی میگی ما موی خود کم کنم؟ والا خود چی کنیم یک ذره به خاطر چی نباشه به خاطر ذائقه خودم باشه این حتما من بدل سر خود کل میکنم. نه دیگه سر خود نه میفهمی این فصل سال این میگه که نه اینو بدون شوخی گفتم اگر خاطر چی بیننده نباشه یک ذره
گفته چیزا چندان چی هم نداریم. خب بازم میگم بیخی بدتر نشیم. اگر نه در شوق در طبیعت میبود من موی خود کل میکنم که باز دوباره روز از نو روزی از نو. خب دوستای عزیز ما بریم اول جای سعی کنیم یا نه واسه غمش کم بخوریم باز خیر هستیم. جای پیدا کردیم شما بیننده میباشید. روز دیگه تو تک کلولا تو دیگه که ما رفتیم دیگه او بازی کنیم دیگه نکنیم شما باز تو وقت باز بیایی خب؟ تو وقتی که دیگه پخته میشه باز از او بازی بیایی ما میرم اونو میجای اگر او بازی تا شما دیگه میکنیم کشنام خوب صحیح کشنام شما باستی؟ تو باز او نبرید او میبرد او ببرید او ببرد ما و قطاله تو ببرد نه قطاله داره دوستان عزیز دیگه مهدی حسین و رمضان مصروف آشپزی بود دیگه. مهدی متوجه باش سرعت او زیاده نه او سرعت داره اونو ملت ها هست دیگه. برو اونجا دیوار دفاعی اشت مقصد زیاد دوست نرو. I love you too. یخه مهدی یخه خب وقتش از دیگه هوا گرم است او یخ است خب هوا گرم اینجا بیا مگه از نزدیک بیا مگه اوست نره کاش که داره با خدا کاش که داره اویلا کنو رفته نه مهدی رو بود با خدا یک رقم او تیز هست مرتضی تو حسین رمضان او نادیده موزه را لج نکنید بشک قسم است که اول او طرف او شوق گرفت گوشت انداخت گوشت که انداختم او کاش کد بازم خدا یارش دیگه گرفت مرا گرفت با خدا یک ترس خوردم چی دروغ نه باز کمک دلهوره پیدا مناده میکشه خوب صحیح میکشه ما خبر هستم اینا لاوت نادیده موزه نکشین از این خب والا سر یاوز اعتبار نکنه اونو ما دیدم دیگه یک حس کردم خدا و راستی است حس کردم که مرا کشید بار خیر از لب باز میفهمی همی یک دفعه که حس کنی که بدر نمی او دیگه زور است نه باز ورخطا میشینی ورخطاییتون باز چی میکنه؟ باش یک دفعه اسمه ده بگی اسمه ده مهدی عجب باحاله بیا
چطور بود مهدی؟ بالایت او قهرمان بر مهدی یک چند فیگور برو فیگور است کرامزاد بشک چابلی معلق خطا میخوره اولا سعی کن نبرو چپلی تو را من کس مجاز هستم او بشک در کرمچ ورزشی موزه چپلی او یخ هوا گرم است بازی که زله میشی خو این که زله میشی ای چی میکنه به شرطی که خدا کنه بچه چی کنه سعی کن خوب میفهمی خو چرا؟ خوب میفهمی که من پیاز خوش ندارم بازار کتا کتام گرفتی یا نه وای خب جگر بی پیاز نمیشه دیگه. خب مقصد جگر چه کتا کتا فرد خو که اگه پیازش نخوردم یک لقمه جگر خب بخورم تو گوش نشدم بازی هم کنم بیخی بر جواب است حال کی بختا میکنه این خب یا دیگه پرت خدا والله ما رو میبر بر خیر مهدی محکمت میگیره نه ماما ماشاءالله رمضان چرا بازی نمیکنه چرا بازی نمیکنه والله ما رو میبر ها بیا برو پرتو حسین پخته میکنه ما کم برم اون طرف میرم دیگه ما کم برم اون طرف میرم ای سنگ برو سنگ پای میلخ شاید گرفته نمیدونه نه ما که برم دیگه در لخشیدن مخشیدن دیگه ما بان نمیمونم خب از اینجا نوسماری آها